در میان طوفان‌های فراوان و بیکرانی که جان انسان را به سان امواج توبنده بر هم می‌زند و آرام و قرار را از آن می‌رباید. برای آرام ساختن دل و جان، دریاگونه انسان باید دل در گرو دریا نهاد و در وسط آن آرام یافت. اما کدام دریا گنجایش قلب عظیم انسان را دارد که در پی یافتن همه اسرار پیدا و پنهان جهان است؟ گاهی که گرما و تشنگی بر جان انسان خیمه میزند و او در بیابان برهوت راه را گم میکند. شاید از دور تصویری از آب برای لحظاتی چشم وی را خیره سازد، اما راستی سراب کجا و اقیانوسی عظیمی کجا که جهان جویای انسان به امید آن دل به دریا میبندد. جان انسان در حقیقت جویای توحید و کنار نهادن خدایان و بت‌های آشکار و پنهانی است که مانند طوفان‌های خانمان برانداز آرام و قرار را از دل و جان انسان می‌ربایند. هیچ سراب و گردابی نیز نمی‌تواند گام این تشنه راستین را سیراب سازد جز اقیانوسی که جان انسان در آن منزل دارد. قرآن اقیانوسی است که خداوند جان و جهان آن را به سان هدیه گرامی مایه هدایت انسان به سوی اقیانوس اصلی ساخته است. لذا بی‌تردیدی برای التیام همه دردهای ناشی از فقدان و دوری از توحید و آرامش و آسایش آن نزدیکترین و تنها درمان خانه حقیقی قرآن است و بس. من عایشه هستم از ایران و تشکر از همه دستاندرکاران شبکه جهانی رساله حق. خدا نگهدار. تشکر میکنم از خواهر گرامی عایشه خانم و پیام زیبایی که در رابطه با قرآن کریم و اینکه این گنج بزرگی است که الله سبحانه و تعالی و نعمت بزرگی است که الله سبحانه و تعالی به ما انسان ها نصیب کرده که امیدواریم توفیق پیروی از قرآن کریم رو هم نصیب ما بکنه.